سلام و درود به پایان به شما عزیزای نازنین، طرفدارای عزیزم در هر جای دنیا که هستین. امیدوارم صحتمند و سری حال و جور باشه و همیشه خوشبخت باشه. تشکر از عزیزای نازنین که همیشه مرا جستجو میکنن و از من سوال میکنن که کجا هستم، کجا شدم. مخصوصا از تاجیکستان زیاد به من سوال ها میباید در سایت های اجتماعی و همه عزیزای نازنین گفتنی هستم که خاطر نشوید. صدرالدین هست و فعالیت داره و فعلا در امریکا هستم و از قفای کارهای ایجادی و چند آهنگای تازه و جدید در دست دارم که روزهای نزدیک به دسترس شما میشه با ویدیو کلیپ های بسیار زیباش که از طریق شرکت بسیار آوازه‌دار رامین منصور پروداکشن تهیه میشه و اینچنین برنامه های هنری در آمریکا دارم که با دعوت شرکت بسیار آوازه‌دار فراد انترتینمنت دعوت شدیم برای کار و از این خاطر برای چند مدت من در امریکا میمانم و زیاد آوازه شد که اهل عائله شم یعنی اولاداشم با خود برده، ولی به من امکانیت از طریق فراد انترتینمنت فراهم آورده شد که من اهل عائله خود را، اولادای خود را با خود بیارم اینجا و در کنار من باشن، چون که من تا یک 6 ماه اخیر زیاد در سفرهای هنری بودم و از آنها دور بودم و این فرصت برای ما خوشبختانه فراهم شد که با اهل عائله در امریکا بیایم و من اینجا یک چند آهنگا و سر و صورت‌های خود رو ثبت نماییم و توری آمریکا رو در پیش داریم و این دو شرکت بزرگ فرهاد انترتینمنت و رامین منصور انشالله کوشش میکنن که یک توری بسیار خوب برای شما بگیرن و با آهنگ‌های تازه و آهنگ‌هایی که شما دوست می‌دارید عزیزای نازنین که در امریکا هستین منتظر باشید و انشالله ما همه دنیا را گشتیم و همه جایی که طرفدارای خود را داشتیم شکر خدا آنها را همه را از نزدیک دیدیم، لیکن بجز طرفدارای آمریکایی خود و آرزو دارم که همه فارسی زبانای نازنینی که در امریکا هستند ما را دستگیری میکنن و با کنسرت های ما تشریف میارن و بازم تشکری زیاد از فرهاد انترتینمنت و رامین منصور پروداکشن که این شرایط ها رو برای من فراهم میارن که من در خدمت شما در هر کجای دنیا باشم و خیلی که میگوین هر کسی که ما رو میکوبید از امریکا میابید. زنده باشید. با شما هستم صدرالدین.